ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 36-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. مطالعه بی‌ایستی اشعار شاعران بزرگ فارس تاجیک، مخصوصاً شعرهای حافظ، جامی، کمال خوجندی، صایب و دیگران، پیدایش و رواج میل و رغبت، خواهش و گرایش و شوق و ذوق به تماشای بزمها و تویها، شیفتگی و دلبستگی و مفتون شوی از مهارت سرایندگان، رقاصان، سازندگان، رامیشگران و حافظان ممتاز از قبیل احمد خواجه یکشنبیگی رقاص، توله غژدوانی و ایرگش ملایانی دایره دست، ملاچه حافظ دایره دست و غیره، به بیداری و زیاده شوی دانش او به ادبیات بدیعی و صنعت‌های سرایندگی و رامیشگری و الهام ایجادی آینده عینی مساعدت نمودند. او همراه ملا روزی در آن توی و بزمها رقص رقاصان را تماشا می کرد. صوت و سرودهای حافظان و آهنگهای دلفریب آنها را می شنوید و از مهارت هنرمندی آنها به وجد می آمد. غیر از آن رقاصان، دایره دستان و رامیشگران و حافظان زبردست با رقص و موسیقی و سرودهای خود دل آنها را تسخیر می کردند و آنها از زبان آن حافظان و رامیشگران نمونه های بهترین شعرهای شاعران فارس تاجیک را می شنیدند که همه آنها به عقل و دل این ملا بچه ادبیات و صنعت دوست تأثیری کلان می رسانیدند. خود عینی من بعد آن روزها را به خاطر آورده چنین نوشته است: ملا روزی در بزمگردی هایش مرا به پهلوی خود کشید. من که طبیعتاً سرود و رقص را دوست می داشتم، کم کم به این تماشا عادت کرده رفته رفته شبهای تعطیل در بزمگردی همراهی او را ترک نمی کردگی شدم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 114. چون این معلومات های ترجمه حالی عینی به آیندگان نه تنها درباره طرز زندگانی و تحصیل او در مدرسه در سالهای تحصیل 1894 1895 و 1895 1896 و من بعد معلوماتی مفید می دهند، بلکه محققان ساحه صنعت تاجیک را با بعض دلیل و برهانهای تازه آید به تاریخ صنعت تاجیک و صنعتکاران آن غنی می گردانند. مثلا عینی یکی از آن لحظه های با ملا روزی توی و بزمگردیش را به خاطر آورده در عین زمان از جانب حافظان چطور راست و درست سرودن شعرهای شاعران کلاسیک را در مثال مهارت ملا چنام دایره دست و حافظ را با کمال حرمت قید کرده چنین می نویسد: ملا چنام دایره دستی سوادناک بود که شعرهای کلاسیکی را راست و خوب می خواند. دو بیت بیدل را از وی شنیدم که هنوز از دل من تأثیر آن وقتش نرفته است. یکی: ای حضوری مقدمت در زندگی برهانی من، مرده بودم زنده‌ام کردی
بیا ای جان من. دیگری چشم شوخش عینی ناز، ابروی مشکین نازم است. این چی طوفان است یا رب، ناز بر بالای ناز. عینی کلیات جلد 1 صفحه های 45-46. عاقبت صحبت و ملاقات و محاوره های نخستین با پدرش، اشتراک طفیلی در محفل های ادبی شریف جان مخدوم، مبادله های افکار با تحسین و دیگر ادیبان بخارایی، مطالعه شعرهای حافظ، جامی، صایب، سعدی، کمال خوجندی، نوایی، سودا و بعضی دیگر شاعران، واخوری ها با بعضی شاعران مملکت، تأثیر توی و بزمگردی ها و دیگر عامل ها به ملا بچه صدرالدین مدد رسانیدند که در تصویر همان بزم ها شعرهای نخستین خود را به عالم آرد. اما به سبب باقی نماندن آنها به کدام تخلص، سفلی، محتاجی، جنونی و در کدام موضوع نوشته شدنشان را حالا معین کردن امری محال است. خود عینی در این باره بارها نوشته بود که به سبب آنکه آن شعرها تقلیدکارانه در چارچوبه نظم کلاسیکی نوشته شده بودند، آنها را محو کرده بوده است. از جانب دیگر این گونه تویها و بزمهای دایره خبر و شبنشینی های جماعتی به شاعر و نویسنده آینده تاجیک عینی مدد رسانیدند که بیشتر با قسمی از مردم شهر بخارا، با نمایندگان گروه ها و طبقه های مهنتی جمعیتی، مخصوصاً با طبقه های پایانی آن از داخل، از درون خانه و حولی ها، اهل و عیالشان، مناسبت اجتماعی و صنفی آنها بیش از پیش و بیش از بیش شناس و آشنا گردد که در آینده بعضی از آن نمایندگان این گروه و طبقه های گوناگون و مختلف مزدور اجتماعی قهرمان اثرهای بدیعی، تاریخی، پوبلیتسیستی و حتی پداگوژی او گردیدند. حقیقتاً صدرالدین در همین گونه توی و بزمگردی ها پیش از همه با نمایندگان عامه مردم مهنتی شهر بخارا و اطراف آن از نزدیک شناس می گردد. با آنها صمیمانه دل می بندد که بیشترین آنها دهقانان، کاسبان، سیسان، عرابکشها، مشکابان، گلکاران، دریدگران، سربازان، خراتان و متخصصان دیگر کسب و هنرها بودند. صدرالدین رشید در چنین توی و بزم و شبگردی ها نه تنها از کی و چیکاره بودنی آن آدمان آگاه و حالدان می شود، بلکه در بین آن آدمان عادی، بزمگردان و بزمیان، بعضی ها را نیز می بیند که با وجودی بی سوادیشان گپدان، حاضر جواب و شعردان، شعرخوان و شعرگوی بودند. این گونه سیسان، عرابکشان، مشکابان، گلکاران، دریدگران و دیگران در رفتار و مناسبت، خلق و اطوار و کار و کردار آدمانی خاکسار، خوشمعامله و خوشگفتار و خوشگپ بودند و سخنهایشان را بیشتر دو خوره، دو معنیدار، مستعار و با کنایه و مجاز بیان می کردند و دشنامهایشان را قریب همیشه با رمز، کنایه و استعاره افاده می کردند. عینی در خصوص این گونه آدمان چنین معلومات می دهد. مثلا کسی لاف زند، یکی از آنها می گفت بسیار بالا نرو که از بلندی افتادگان از جایشان خیسته نمی توانند.
کسی اگر بی معنی گویی کند دم شین که دهانت را کلوشی کهنه می کنم می گفت. بعضی از اینها گروه‌های بزمگرد و بزمی در پسی رقص در تعریف رقاص و سرودخوانان طرفانه شعرها می خواندند و بعضیها در پایان شعرخوانی کاسه، طبق، حتی کوزه را برداشته به سرشان زده می شکستند که این کار در کله زنی چقدر مهارت داشتنی آنها را نشان می داد. در دوستی تا قربان کردن جانشان تیار و در دشمنی هم بی امان ولیکن مردانوار بودند. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صفحه های 115-116. در آینده بعد از چندین سالها همین قبیل شناسایی عینی با قسمی از چنین نمایندگانی متفرق و مختلف خاراکتری طبقه و گروه‌های اجتماعی عامه مردم شهر بخارا و اطراف آن اساس ابرز و قهرمانان و تیپ و خاراکترهای اثرهای ادبی و بدیعی او را تشکیل نمودند. همین دوره‌های نورسی و بلوغ صدرالدین در نیمه یکم سالهای 90 عصر 19 نهایت پرمشقت و پراذیت و مرکب و سیرزدیت گذشتند. او در این مدت هم مکتب کلان حیات، هم مکتب علم و معرفت، هم مکتب انسان شناسی و انسان دوستی، هم مکتب مناسبت نیک و بد صنفها، طبقه ها، گروه ها و شخص های مختلف و متفرق جمعیتی بخارای امیری را بی واسطه مشاهده نمود و از سر گذرانید. او در سال 1947 آن روزها را به خاطر آورده درباره‌شان این طور نوشته بود: من هنوز از یاد نبرآوردم که در بخارای امیری خدمتی کسانی گوناگون را کرده در روزهای برف و باران با کفش سریپایی بی مسحی به امید تحصیلی علم از درسخانه به درسخانه می دویدم. چون درسهای رسمی مرا قناعتمند نمی کردند به مطالعه کتابهای گذشته ادبی و تاریخی مشغول می شدم یا به صحبتی بعضی دانشمندان که بسیار کم یاد بودند راه یافته به خوشچینی معنی نمودن کوشش می کردم. گاه از این گونه مشغولیت ها هم دلگیر شده با پای برهنگان شهر که در ضمن مشغولیت هر گونه کسب و کار فرصت های فراغت خود را در کبار آزادی گذرانیده امیر و وزیر و بای و ملا را یک پل نمی گرفتند همراه و الفت می شدم. در سماوار خانه ها، در تکیه ها، در قلندر خانه های سری مزارها، در بزم های دایر خبری با آنها دمسازی می نمودم. عینی، کلیات جلد 9 صفحه 337. از اینجا اولا چگونه پرمشقت بودن زندگی و مشکلی تحصیل صدرالدین را در این سالها در مدرسه های بخارا از جمله و عباره های خدمتی کسانی گوناگون را کرده در روزهای برف و باران با کفش سریپایی بی مسحی به امید تحصیل علم از درسخانه به درسخانه دویدن خیلی واضح فهمیدن ممکن است. بعد در این سالها
مطالعه و شناسایی این ملا بچه با آثار سرآمدان ادبیات فارس تاجیک، اثرهای تاریخی، فلسفی، دینی و مذهبی و امثال آنها در عقل و شعور او یک قطار فکر و اندیشه و عقیده و غایه‌هایی با هم مقابل را به وجود آوردند. از این جاست که او در این سالها از درس‌های سخلستی و عصر میانگی مدرسه دلگیر گردیده و قانع نشده، به واسطه مطالعه کتاب‌های گذشته ادبی و تاریخی ذوق و شوقش را به ادبیات بدیعی و تاریخی می افزایاند. ثانی، او به وسایط صحبت با بعضی دانشمندان که بسیار کمیاب بودند خوششین از خرمن علم و معرفت آنها می گردد. صدرالدین این چنین در آن سالها به دایره آلوفتگان و پای برهنگان شهر بخارا همراه و الفت شده، با آنها در سماوارخانه ها، در خانقاه ها، در قلندرخانه های سری مزار، در توی و بزم های دایره خبری وقت گذرانی و شب گذرانی و دمسازی می نماید. صدرالدین بعضاً فرصتهای فراغت خود را در 3 روزی تعطیلی هر هفته‌ینه خود در کمال آزادی و تنقید و بی‌اعتنایی به امیر و وزیر، بایها و ملاها و عموماً طبقه های بالایی جمعیتی استبدادی امارت می گذرانید و غیره. همین طور صدرالدین ملا بچه پس از فوت علام مخدوم، کوچیدن خوجین مدرسگیش ظهور مخدوم از حجرهش به حوریشان و بعد از بیکوی و جای و درماندنش و پیدا شدن مستقلیتش چند گاهی دوره حیرت آوری را از سر می گذراند. اگر این دوره رمانتیکی از یک جانب با توی و بزمگردی هایش در حلقه ملاروزی قشاق بر این ملایان الفت پرست و شیر و هنرپرور علاقمند باشد، از جانب دیگر صدرالدین در چنین توی و بزمگردی ها باز با جوانمردان و آلفته های بخارا از جمله با نیم تیارها، تیاران، مردی میدان و عرف و عادت، خلق و خصلت و معامله و مناسبت آنها از نزدیک آشنا می گردد. جنگ و جدله و حرب و ضرب آنها را مشاهده می نماید و به همین واسطه هم چگونگی عملیات و فعالیت، کار و کردار و رفتاری آلوفتگان، جوانمردان و مردان میدان و هم شورپشتان، اوباشان و بد حرکتان بخارا را از نزدیک می بیند. در شناسایی با این همه گروه ها یکی از یاردمچیان اساسی صدرالدین شرافجان نام یک جوان که در پیش مدرسه بدلبیک در یک دکانی ریختگری شاگردی می کرد به شمار می رفت. عینی کلیات جلد 7 صحیفه های 122-123. به سبب آنکه شرافجان آلوفتباز بوده و دانستن حادثه هایی که در بین آنها می رفت هوس داشت، ملا بچه صدرالدین را به دایره آلوفتبازان می کشد و هر آن ذوق و هوسی که به کارنامه آلوفتگان و جوانمردان داشت به این ملا بچه یاد می دهد. صدرالدین به دایره و حلقه تماشای کارنامه، جنگ و نبرد، حرب و ضرب و پهلوانی آلوفتگان جلب گردیده شاهد بسیار واقعه های عجایب و غرایب می گردد. او تا روزی وفات شرافجان که در کارخانه شیخ ریختگر مهنتی سنگین می نمود، علاقه اش را با شرافجان دوام می دهد.
مهنتی طاقت فرسا در کارخانه شیخی ریختگر و زحمتی وزنین و دهشتناک و جبر و ظلمی بی امانی آن خوجه‌ای ظالم شیخی ریختگر سببی به کسلی سیل دچار گردیدن و هلاک شدن شرافجان می گردند. چنان که در بالا قید گردید و باز بهر فهمیش لابراتواری ایجادی باز تکرار می نماییم که عینی در همین سال و ماه و روزهای رمانتیکی سالهای 1894 95 و بعدینه نخستین شعرهای شاگردانه خود را در حجره ملا روزی در شاهدی ملا وفا نام شاعری وحشی تخلص ایجاد می نماید. از یادداشت‌های عینی من بعد درباره این شاعر معلومات‌های مفید یافتن ممکن است. حجره ملا وفا وحشی در مدرسه شادیم بی بود که شاهین هم در سالهای جوانیش در آنجا حجره داشته است. از بس که ملا وفا می نویسد عینی به شعر و ادبیات هوسمند بود، با شاهین علاقه بسته در حجره او با دیوانهای کلاسیک ها و با شعرهای خودی شاهین آشنا شده، خودش هم به شعرگویی در آمده و برای خود نام خودش کلمه وفا را تخلص قرار داده بود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 143. چنانکه عینی بعدها می نویسد ملا وفا تنها شعرهای عاشقانه آب شسته می نوشت و در موضوع و مضمون آنها برای خود و در خیال خود یک دلبری پریسیما و زیبا جمالی وفاداری دلارام را اختراع می کرد و با همین مضمون و معنی بی ایست شعرهای فچ و پست صنعت ایجاد می کرد. همه شعرهای ملا وفای وحشی با گفت عینی از مضمون و معنی دقیق، صنعت و واسطه تصویری بدیعی محروم بوده، به طلبات نظم حقیقی جوابگوی نبودند. چنانکه عینی به یاد می آورد ملا وفا وحشی هفته یک بار با بغلی پر از شعرهای تازه بنیادی بیمزه اش به حجره ملا روزی آمده آنها را بیشتر به صدرالدین از یک سر تا آخر می خواند. برای ملا وفا هیچ اهمیت نداشت که کسی شعرهای او را گوش می کند و یا نی. در آن خوانش ها سامی اساسی و یگانش ملا بچه صدرالدین بود و خلاص. همین عمل و رفتار ملا وفا برای صدرالدین به کاری ایجادی شعر و میل به ایجادیات درس و سبق عظیمی گردیدند. او از تجربه خوانش و ایجاد و مطالعه شعرهای وحشی درباره چگونه ایجاد کردن شعری خوب و چطور نوشتن شعری بد صدقاً تصوری پرتری و مکملتری پیدا می کند. او نقص درک می کند که شعرهای بد را که نمونه عیانی شعرهای ملا وفا حساب می یافتند کسی گوش نمی کند. او از عاقبت قرائت و شنیدن و مطالعه شعرهای ملا وفای وحشی به خلاصه عمیق و واضحی می آید که شاعر نباید ناظم باشد، بلکه شعری خوب را از شعرهای بد پررو و مکمل فرق کرده تواند. شعرهای پرمضمون و بلند صنعت ایجاد کند، نه مثل ملا وفای وحشی باشد که کسی نمی خواست آثار منظومی او را گوش کند و شنود. عینی این فکرش را درباره شعرهای ملا وفای وحشی به طور ذیل بیان کرده است. شعرهایش بسیار لیکن غم‌انگیز، خیلی پست و عبارت از تکراری بی موفقیت مضمونهای آبشسته مرثیه نامه ها بودند.
او هفته یک بار به حجره ملا روزی می آمد و در هر آمدنش بغل خود را از شعرهایی در همان هفته گفتهش پر کرده آورده آنها را از یک سر خواندن می گرفت. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 142. عینی در یادداشت‌ها چگونگی موضوع و غایه، شکل و مضمون، پیتیکه و اسلوب، صنعت و مهارت و قیمت و ماهیت ایجادیات یک شاعری دیگر جانی را با جمله فضیلت این شاعر از دو شاعری اولی وحشی و خاری هم پستر بود، باز هم برجسته تر جمع بست کرده است. همانجا جلد 7، صفحه 172. از این گونه نه تنها قیدها بلکه بهای منقدانه صدرالدین عینی معلوم می گردد که خودی او هنوز از آن سالهای تحصیل 1894-95 سر کرده در مدرسه به آثار ملا وفای وحشی، ملا ابراهیم آسیم، ملا خاری، ملا قربانی جانی و دیگران بهای خاص خیش را داده است. درباره چگونگی ادبیات بدیعی و شعر و شاعری اخباری خوب داشته است. چگونگی شعری بیمزه و پست صفت و یا بلند شکل و بلند مضمون را نقص می فهمیده است. شعری بد را از شعری خوب درست فرق می کرده است و امثال آنها. یکی از سببهای چنین شعر و شعر فهمی عینی از سالهای نخستین فعالیت ایجادیش در آن بود که او هم مطالعه دائمی اشعار شاعران فارس تاجیک را قطع نمی کرد، هم از سن بلوغ و رشد در دایره و محفل و انجمن شاعران برجسته زمان خود از چگونگی اشعار خوب و بد آگاه و شناس بود، هم اکثراً او را شاعران و ادیبانی با لیاقت و بلند استعداد احاطه و تربیه کرده بودند و هم از تجربه و تربیه ایجادی چنین ادبا و فضلا بیرون نمانده بود. این فکر را با آن دلیل و برهان تصدیق کردن ممکن است که عینی درباره کم قیمتی و پستی صفتی بدیعی شعرهای خالی و جانی بیشتر در اساس بهای ملا نظرالله لطفی و بعد از روی فهمیش شعر فهمی و شعرشناسی شخصی خود معلومات و بها می دهد. مخصوصاً ملا نظرالله لطفی پستی صفت، خرابی شکل و استعدادی کذایی شاعری نداشتنی آن هر دو شاعر را با جمله های ذیل با هجا و استهزا این طور افاده کرده بود. هرچند تخلص خاری به خال و جانی به جان منصوب باشد هم ملا نظرالله لطفی خالی را تیهی از معنی و جانی را جنایتکاری شعر معنی داد می کرد. عینی، کلیات، جلد 7، صحیفه 172. شما گفتار 36 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.